گفتیم تا وقتی که کسی ما را آزار نداده خود وطن هستیم. صحیح سمت راست نه؟ امید گفته تا وقتی که کسی چیزی نگفته خو هستیم. هر وقتی که چیزی گفتن باز کجا میریم؟ معلوم نیست. نگوش باشه. با خدا یکی از خاطرهای خود براتون بگویم که یک روز از برادرای ما امر بالمعروف آمده بود دفتر ما، مطبع و عکس و چیزا یا خب با هم ارتباط داره. هم عکس‌ها را پاک کنین. ما گفتم او برادر هم عکس‌ها را که ما پاک کنیم، گفت صحیح است. هم عکاسی و مطبع و برویت این نظامی است. یک نفر پرسان کنه که بیادر اینجا چی است؟ اگه سوال نداشته باشه از روی عکس می گفت نه والا اینجا که عکس باشه باز ملائک در افغانستان نمیه. گفتم خی برو میگه تو قلول یعنی میگه من می عکس پاس میکنم. همین تذکره خود تا ما بده تذکره خود کشید تذکره عکسش میمال خو ملائک این در جیبتون نمیه در خانه تونم نمیره. چطور میکنی؟ سکت میگه والا حالا نگم دروغ میگم. همین فرمای که خانه پوری میشه در داخل